توی ویدیوهای قبلیم نشونتون دادم که بعضی جاها نمیشه سبقت گرفت چون خط بین دو سمت جاده اگر دوگانه و ممتد باشه سبقت ممنوعه، ولی در اینجا ببینید تکی و نقطه چینه. من اینجا با لحاظ کردن امنیت اون سمت جاده میتونم سبقت بگیرم. اگه دقت کنید از اینجای جاده خطها دوگانه شد و داره بینشون فاصله میفته، هم سمت راست هم سمت چپ جاده. چرا؟ چون سمت راست به وارد این پلازای کناری میشه که چند تا مغازه است و سمت چپ هم ماشین هایی که از اون سمت میان میتونن به این سمت بپیچند. توی صحنه بعدی که میبینید ماشین ها ایستادن که وارد خیابان اصلی بشن. اگر ایران بود این ماشین ها به زور وارد میشدن، ولی در اینجا گاهی مجبور هستن اینها 10 تا 20 تا 30 تا ماشین رو تحمل کنن و شاید 2-3 دقیقه وایسن تا وارد خیابان اصلی بشن. این خط مخصوصی که سمت چپ داره ایجاد میشه برای دور برگردونی که بهش یوترن هم میگن و گاهن قبل از رسیدن به چهارراه یک همچین مکانهایی وجود داره. یکی از شاخصه های دیگه اینه که بین خطوط رانندگی میشه اینجا و من تا قبل از اینکه بیام ایران قدر این رانندگی بین خطوط رو نمیدونستم. در آمریکا معمولاً به راست پیچیدن نیازی به چراغ سبز نداره. میتونید در قرمز هم بپیچید به شرط اینکه چهارراه عاری از ماشین‌هایی باشه که حق تقدم با اونهاست، یعنی مستقیم دارن میان یا به سمت چپ دارن میپیچن و چراغشون سبزه. در چهارراه‌های بزرگ اول یک مسیر رو روشن میکنن، چه به سمت چپ و چه مستقیم، و وقتی که به سمت چپ تمام شد مسیر مقابل رو به سمت مستقیم روشن می‌کند. این یک نمونه از پیچش به سمت راسته که نیازی به چراغ سبز نداره. همونطور که می‌بینید من دارم میپیچم، ماشین ها همچنان میان، ولی من مراقب هستم که حق تقدم دیگران محفوظ بمونه. این هم نمونه پیچیدن از فرعی به اصلیه. ماشین هایی که در اصلی هستن حق تقدم دارن. این ماشینی که روبروی من هستش میخواد به سمت چپ بپیچه، من باید اجازه بدم اون بپیچه. ماشین هایی که مستقیم دارن میان باز حق تقدم با اونهاست. وقتی که همه اینها رد شدند تازه من اجازه ورود دارم.